سلام دوستان، چطورید؟ حالتون چطوره؟ محمدم از کانال گیمر شو. ویدیو امروزمون درباره 4 سلاح مخفی GTA لطفاً تا آخر ویدیو همراه همون باشید و ویدیومون رو لایک کنید و کامنت بذارید براش و پیجمون هم ساب کنید. خب اولین سلاح تو شهر روسیه خورشید پرستایه که پرون پرستایه تو ویدیوم گفته بودم. ویدیو سوم مکانش اینجاه، بریم به سمتش. و اینکه دوستان وقتی که اینجا میاین حتما با ترور بیاین، چون اگه با مایکل یا فرانکلین یا هر کسی دیگه که نمیتونید تو این بازی به کاراکتر خودتون قرار بدید بیاین 100% میکشنتون. همون طوری که تو ویدیو سوم من با فرانکلین اومدم درگیر شده. پس حتما با ترور بیایید. دوستان راه زیادی نیست تا اونجا، البته از جایی که من بودم شما اگه بخواید از داخل شهر GTA بیایید راه زیاده، به کمی زمان بر. اما من از اونجایی که از نزدیکش اومدم راه آنچنان نیست، ولی بازم راه زیاده، مخصوصا از اینجا تا بخوام برم داخل شهرش و اسلحه بعدی رو نشونتون بدم. وای تصادفم کردیم، ماشینمون رو درست کنیم و بریم. این ماشین هم دوستان مکانش رو داخل ویدیو قبلیم بذاره، داخل اون ویدیو گفتم بریم ببینیم. واقعا ماشین های خوبیت و بهتر از این هم میتونیم پیدا کنیم. خب تا مکان مورد نظر زیاد نمونده، مثلا با این سرعتی که ما داریم میریم همچنان با این سرعتی که ما داریم میریم اصلا به مکان مورد نظر نمیرسیم، میمیریم. ماشین داغون شد. خب باید بریم بالای کوه. مکان بالای کوه و یه ذره سخت راهش، اما جاده هست، از داخل کوه گمر نمیریم. و اینجا یه دور برگردونه، از اینجا بریم داخل. اما متاسفانه با توجه به شکل ماشینم و اینکه دلم نمیاد ماشینم رو بندازم با ماشین آفرود سوارشم، نمیتونم از اونجا برم، بعد از جاده برم. اینجا تیراندازیه، اینجا بیایید اونا رو بکشید برید پایین. یه کیف پرپول هست. حالا در حین مسیر بیایم بریم اینم بهتون نشون بدم که ببینید. اول اینکه یه اسلحه بردارید، 2 ویدیو توی ویدیو براتون میذارم، برین حال کنید. بیایم پایین از اینجا و کیف اونم خوب پول داره. اینم کیف 25,000 تا به همون پول. خب حواسمون رو با اینا پرت نکنیم، به راه همون ادامه بدیم. دوستان دیگه واقعا نمیشه با ماشینمون رفت، مجبوریم یه ماشین دیگه برداریم، درستش هم بکنیم، خیلی راحت بریم. دیگه با ماشینمون ادامه مسیر نمیشد و تا بالا راه زیادی نمونده. و اینکه البته ما از درش هم نمیتونیم وارد شیم. دوستان بزنیم از شهر اینا خلاص شیم. این از این. نمیره. این هم از این. خب به راهمون ادامه. عوضی ها ماشینمون رو داغون کردن. خب به راهمون ادامه بدیم و بریم. من فکر میکنم با من میتونن در بیفتن.
ببینید تا بالا راهی نیست، اما از اونجایی که این ماشین مسخره‌ایه با موتور بریم باشه بابا. با این ماشیناشون ماشین خودم نبود الان کوه جل می‌رفت. و بله رسیدیم دوستان، رسیدیم. خب در اینجا درش بسته به دلیل که افراد غریبه راه نمیدن و شما حتما بیاید این بالا و از اینجا برین داخل. بدون اسلحه برین حتما. 1% هم اگه اسلحه داشته باشین میمیرین، پس لطفاً بدون اسلحه برید. در خودتون میگم. جدی میگی؟ امیدوارم که نزنن، که اینا بگیر نگیر. من هر سری که اومدم و نزدن تو شب بودن، اما الان تو روزه. یا خدا الان یک اسلحه رو در بیارن. خیلی طبیعی، نه بدوین اینجا نه کار خاصی، طبیعی راه برین. بدوین احتمال اینکه تیراندازی کنن هنوز که منو دیدن و نزدن. با ترور ببینن نمیزنن، اما من در کل از اینجا خیلی میترسم زیاد. و اینجا هم تخمی که اسلحه بردارم با دوربین نشونتون بدم و ندارم، اما همینجوری ریلکس بریم. وای 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 چه زیاد هم هستن. درگیر بشیم با اینا 100% مردیم. درگیری اینجا معنا نداره. اینا ترور چون شبیه خودشونه بذاره بدقیافه، فکر کنم بهش کار نداره. دوستان باید بیاید اینجا روی این سنگه و یه چوب بیسبال برش دارید. اینم این رفیق عزیزمونه، اینجا کسی نیست. میتونید راحت بردارید و بزنید تو سرش گم شه پایین. خب دوستان ویدیو رو قطع میکنیم و به مکان اسلحه بعدی میریم. خب دوستان به مکان اسلحه دوم رسیدیم. مکانش اینجاه، دقیقا همینجایی که ماشین رو اسپورت کنم روی نقشه. میریم به اونجا. دوستان اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده لطفا ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و پیجمون هم ساب کنید، زنگوله هم که فعال کنید یه دمتون گرم. خب دوستان اسلحه سوم اینه که با یک ضربه همه رو میکشه. بریم تستش کنیم. این موتوری این با یه ضربه همه رو میندازه. همه با یه ضربه این میفته. خب دوستان بریم سراغ اسلحه بعدی. خب دوستان داریم میریم به سمت اسلحه سوم. این سلاح برخلاف دو سلاح قبلی که سلاح سرد بودن، این دو سلاحی که میخوایم الان بریم، این سلاح که میریم سمتش سلاح بعدیش سلاح گرمن و مطمئنم که از دوتاشون خوشتون میاد، چون این سلاح که نمیتونید بخرید و سلاح بعدیش هم حالا اسمشون نمیارم، بذار ببینید ویدیو رو خودتون. اون سلاح بخواین هست برای خریدن ولی خیلی گرونه. و ببینیم چیزی نمونده تا برسیم به مکان مورد نظرمون و هم حرکت های نمایشی
خب دوستان داریم نزدیک میشیم که نه رسیدیم به مکانمون. میایید اینجا. فکر کنم اشتباه اومدم. نه خب بازی رو اول شخص کنیم. میبینید که اینجا کوکتل مولوتوف 5 تا بهمون داد. میتونید برید بیایید و ببینید. برید بیایید و بگیرید. ببینید سلطان ستی. خب بیایم روی مردم امتحانش کنیم. پیاده شیم. میبینید خیلی جالبه. روی ماشینم اینطور خودمون امتحانش کنیم. الان میترکه. ماشینم خیلی زرد و پرت کرد. بزنیم نرسید بهش. خب دوستان اینو بذارید بکشن یارو. همونطور که میبینید این سلاح خیلی جالب بود. حالا میخوایم بریم سراغ اسلحه بعدی، آخرین اسلحه و باحال‌ترین. خب دوستان مکان اسلحه بعدیمون اینجاست. بالای این پله که رفتن به بالاش خیلی بدبختی داره. تا برسی به بالاش واقعا اذیت میشه. خب راه زیاد نیست، بریم سمتش و آخرین اسلحه‌مون هم برده. اگه تا اینجا ویدیو از اسلحه های ما خوشتون اومد و از رازهایی که درباره اسلحه ها براتون گفتم خوشتون اومده، لطفا ویدیو ما رو لایک کنید و کامنت بذارید برای و پیجمون هم ساب کنید. ممنون. بریم به ادامه. خب راه زیاد نیست، اما اینکه از پله بخوایم بریم بالا خیلی سخته. همون که سختش جای پلشه. ای بابا باید از اینجا بریم یه جایی پیدا کنیم بریم پایین. اینجا هم پیدا نمیشه و راه آنچنان نیست تقریبا که نه دیگه رسیدیم به مکانمون. حالا اینکه بخوایم بریم بالاش ذره سخته و یه راهی پیدا کنیم بریم به بالاش بایستیم. فکر کنم یه راه پیدا کرده. نه نمیشه. ما باید چه کار کنیم در زمین؟ یه لحظه بذاریم بیایم روی نقشه. باید دور بزنیم. ماشین بذاریم با موتور بریم. الان از همینجا براتون میپرم ببینیم رانندگی رو حال کنیم. متاسفانه در درگیری هایی که داشتیم همین زخمی شد. زیاد همین نیست. خب اینجا همش فنسه. یه تیکه پیدا کنم فنس نباشه کانتر پریدم که اینه فعلا که فنس. آها اینجا فنس نیست. از اینجا پریدیم پایین و تقریبیم. خب یعنی این ببخشید بیاین اینجا بکنم خیلی اومدم. ببینم باید بریم بالا یارد. از کجا اینجا حالا بریم بالا؟ پله های رو قبلا اینجا بریم از همون بر. اینجا ها شدنی نیست. نو. خب اینجا باید راه داشته باشه.
و راهی هم فعلا که ما راه نمیبینیم، اما یعنی باید راه اینجا باشه. دوستان ما بریم یه راهی پیدا کنیم دوباره برمیگردیم. خب دوستان ما یه راه پیدا کردیم که بریم بالا. خب موتورمون بریم باید میومدیم، ما متاسفانه از کنار این رد شدیم اما ندیدیم. خب سختی اینجا رد شدن از همینه. اینجا رو بدویم، همین رو رد کنیم، نیفتیم پایین، تمومه. اما همین سختی شدیه. میبینید جاده باری به اینجا رد کنیم، بالاش این هست ولی فنس داره، راش خوبه. اینجا خیلی واقعا راش بده و تموم رد کردیم. بریم بالا، اینو باید بریم بالا این مکانو. چرا طولانی هم هست، متاسفانه راه زیاده. اینجوری جالب‌تره. این سربازه FBI با کلت جالب‌تر. بذاریم من با کلتام از این خوشم میاد. خب از این حالت در بیاییم. دوستان میبینید که اینجا این اسلحه هست، RPG. برین ورش دارین. میبینید که یه دونه بهمون داد. اگه هی بیایید شاید از یه دونه برین 2-3 بار برین از یه دونه بیشتر بیدید. خب دوستان ممنون از اینکه تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. اگه از ویدیو ما خوشتون اومد لطفا ویدیومون رو لایک کنید و کامنت بذارید و پیج ما رو هم ساب کنید، زنگوله رو هم فعال کنید تا با انتشار ویدیومون اولین نفری که میبینه شما باشید. ممنونم. خدا نگهدار.